رفقا سلام، حال دلتون چطوره؟ آقا من کسرام، اینجا هم چنل منه. البته اینجا که نه، این اولین ویدیوییه که من دارم تو چنل یوتیوبم میذارم. قراره توش بگیم من کیم هستم، من چیم، من چه کارم، من کی هستم. خب اول از همه باید بگم من توی فضای اینستاگرام فعالیت دارم و داشتم که 2 سالی میشه و مطمئناً یکی از فیلم هام، حداقل یکی از فیلم هامو دیدید ولی نمیشناسید کیه. یکی از فیلم هایی که خیلی شما دلی دوست داشتید و تو همین باشگاه ضبط کردم همین اینه کجاست؟ اینجا یه ویدیویی که خیلی طنز بود و ویو 49 میلیونی به من داد اینه. خواهرزادمه اومده برینه تو خونه بره، رید داره میره. ویدیوهای میلیونی زیادی دارم توی پیجم، میتونید برید نگاه کنید. قراره از اون فضا کوچ کنیم بیایم توی یوتیوب. اول بریم سراغ این که بگم من کیم. من کسرا صفرلوام، ساکن شهریار، همینجا هم بزرگ شدم، همینجا هم به دنیا آمدم. چند سالمه؟ متولد 70 خورده ام. حالا اونش مهم نیست. 7 سال من تقریبا دارم ورزش بدنسازی رو به صورت نچرال انجام میدم. حالا چرا نچرال؟ چون علاقه خاصی به استروئید و حالا مسابقات ندارم، به خاطر همین یه بدن معمولیه با غذا رو ترجیح میدم و دادم تا الان. حالا موضوع چنل من چیه؟ اصل ماجرا اینه. این موضوع چنل من چیه؟ میخوایم بریم یه تمرین ریس کنیم و برگردیم به حوصلتون هم سر نره. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. خب رفقا ما برگشتیم. آقا داشتم میگفتم ما تو این چنل قراره اصلا چیکار کنیم، چه ویدیوهایی تو این چنل بذاریم. خب ببین سبک چنل من لایف استایل ورزشیه، یعنی یه روزمرگی‌های ورزشی که توش چاشنی طنزم داره که شما خسته نشید. حالا چرا اصلا لایف استایل ورزشی با چاشنی طنز؟ آقا آدما از 2 تا چیز تشکیل شدن، یکی روحه یکی جسمه. شما جسمتو باید یه جوری سالم نگه داری، حالا با غذاهای رژیمی، با ورزش کردن. من نمیگم ورزش حتما باید بدنسازی باشه، نه، ولی خب ورزش که میکنی بدن سالمی داری با تغذیه خوب. این میشه چی؟ لایف استایل ورزشی مربوط میشه به اون. روح آدم چی لازم داره؟ خنده، طنز. خب طنز یعنی چی؟ یعنی چالش‌های خنده‌دار. قراره اینم بهتون بگم رفیقامو بیچاره کنم، یعنی دهنتون سرویسه. خب خودشون هم نمیدونن ولی خب شاید این ویدیو رو ببینن بفهمن. برام مهم نیست. از خواب قراره بیدارشون کنم، قراره ببرمشون کمپ، قراره خیلی کارا بکنیم. ولی لایف استایل ورزشی هم توش با هم دیگه آشپزی می‌کنیم، غذاهای رژیمی، غذاهای مفید. لایف استایل ورزشی بهتون نشون بدم و کلی کار دیگه. آقا اول ویدیو رو یادتونه که گفتم حال دلتون خوبه؟ این طنز و شادی به اونم مربوط میشه. یعنی حال دلتون یه جورایی که کلام منه، من عادت دارم به همه بگم. چرا؟ چون وقتی حال دلت خوب نباشه نمیتونی ورزش کنی، نمیتونی کار کنی، نمیتونی اصلا از زندگی میافتی. تو باید حال دلت رو خوب کنی، بعد ورزش و تغذیه رو میزون کنی آقا تا در حد امکان. حالا ما کنار همیم نمیگم قراره با هزینه‌های خیلی زیاد این کار کنیم، نه، واقعا من تو این 7 سال هزینه خاصی برای خودم نکردم. این بدن رو ساختم، زمان برده، سختیش کشیدم، ولی خب هزینه زیادی هم نکردم. واقعا من مرفه بی درد نبودم و نیستم. چرا؟ چون من مثل شما توی جامعه خیلی ضعیفی بزرگ شدم. دم پدر مادرم گرم، از همینجا میگم که منو با همین شرایط بزرگ کردن و نذاشتن نداری رو حس کنم. خب یعنی حالا خیلی ها هستن تو کشورمون حتی به نون شبشون محتاجم. حتی از 12-13 سالگی خودم شروع کردم به کار کردن، رو پای خودم وایسادم، در حد خودم و خانوادم در آوردم. یعنی اونجوری نه ضعیف بودیم نه خیلی
مرفه بیدار. ولی خب میشه با یه زندگی نرمال رو به پایینم شما میتونی هم غذای درست حسابی بخوری، هم ورزش خوب کنی، هم تو سیگار میکشی. خب آقا 4-5 میلیون پول سیگار میدی ماهانه، خب همونو میتونی هزینه خودت کنی. من نمیگم بیا یه باشگاه خوب بیا 4 میلیون 5 میلیون 2 میلیون 6 میلیون هزینه شهریه کن، نمیدونم. نه، بیشتر پولتو بذار برای تغذیه. آقا نمیخوام بیشتر از این تیم ویدیو با من آشنا شی. برام کامنت بذارید، سوالی دارید، حرفی دارید، به قول معروف حدیثی دارید، نظری دارید، حالا فرق نمیکنه، سوال میتونه ورزشی باشه، سوال میتونه در مورد زندگی خودم باشه، و اینکه بگید تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم. این اینستاگرام منم هست، داشته باشید، اونجا استوری میذارم. و اینم بهتون بگم من فکر میکنم جز معدود آدمایی باشم که توی اینستاگرام، یوتیوب، نمیدونم فیسبوک، توییتر، هر چیزی که شما فکر کنی اسم و فامیلی منو سرچ کنی کسری سفرلو چنل منو میاره بالا. خیلی خاصیت خوبیه، مزیت خیلی خوبیه برای من که همه چنلام به یه اسمه و شما منو راحت پیدا میکنید. امیدوارم این ویدیو رو تا آخر دیده باشید. هر کی هم من خوشش اومد که قدمش روی چشم، هر کی هم خوشش نیومد قدمش روی تخمه بازم چشم. من ویدیومو، یعنی عقیدم بر اینه، ویدیومو برای کسایی میذارم که من به دلشون میشینم. حالا چه صحبت کردنم، چه فیسم، چه هیکلم، چه قدم، چه پاهام، چه دستم، فیتیش پا داری، چی داری؟ چرا من گفتم پا، چرا الان خوشحال شدی؟ میخوای ببینی؟ بیا. اولین ویدیوم دیگه، یه پیام بازرگانی که وسطش رفتیم. میخوای چیکار کنم؟ میخوای اینجا پشتک وارو بزنم؟ بیا. واقعا انتظار داری پشتک بزنم؟ نه میزنم. بابا من دیوونم. ببین من خیلی آدم دیوونه ام. منو بشناسید خودتون اصلا متوجه میشید. شاید اولش خوشتون نیاد بعدن عاشق من شید. ولی خب تو ویدیوهای بیشتر با من آشنا میشید، هم با زندگی من بیشتر آشنا میشید. و اینکه چقدر دیوونم خیلی. ولی واقعا من دیوونه ها رو خیلی دوست دارم. دیدی چرا؟ عقیدم اینه دیوونه ها نه دروغ میگن، نه دل کسی رو میشکنن، نه دزدی میکنن، نه کلاهبرداری میکنن. کاش جامعهمون مثل بقیه ما دیوونه ها همه دیوونه بودیم. خیلی خیلی جامعه خوبی میشد. میگم نه دزدی بود، نه کلاهبرداری بود، نه دروغ بود، همه یه دست بودن. فقط مشکلمون اینه دیوونه ها که با عقل پیش نمیریم. دیوونه ایم دیگه. خلاصه که خیلی دوستتون دارم. اصلا نمیدونم چند نفر این ویدیو رو میبینه ولی اصلا برام مهم نیست. چرا؟ چون من قراره استمرار داشته باشم. یه بنده خدایی من گفته استمرار داشته باش. استمرار چی هست؟ آخه لاشی من نمیدونم استمرار چیه و تو باید دیگه استمرار داشته. معنیشو میشه به من بگی؟ اصلا میدونم میبینی. تو اولین ویدیو منه، تو هم بهم پیشنهاد دادی این کارا رو و میدونم میبینی. استمرار معنیش چیه؟ اینو اول به من بگو. نه شوخی میکنم. آره قراره با هم عشق کنیم، لذت ببریم. بازم میگم منو حمایت کنید، به حمایتتون نیاز دارم. کلی حالا قراره با هم خوش بگذرونیم. فقط این نیستش که بخوایم ورزش کنیم، نه دنبال این نیستم بهتون ورزش کردن رو یاد بدم، نه با هم میایم ورزش میکنیم، پیشنهاد میدم، دوست داشتید ورزش کنید، دوست نداشتیدم نه شوخی کردم آقا شوخیه. اگر ایرادی چیزی هست خب اولین ویدیو منو ببخشید. اینم افتاد. به کمک شما نیاز دارم که بهم بگید ایرادام چیه، دوست دارید چیکارا کنیم، کجاها بریم، چه آدمی رو دوست دارید، چه آدمی رو دوست ندارید. بیاید درد دل کنید اصلا با من. بیاید کامنت ها از عشق و عاشقیتون بگید. بیاید راز و نیاز کنید، هر کاری دوست دارید. وقتمون تمومه دیگه، باید بریم. این ویدیو خیلی برام با ارزشه چون اولین ویدیو منه. ممنون میشم لایک کنی، منو به رفیقات معرفی کنی و منم تا در حد امکان جبران میکنم. فینیش.